سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه شعارها با دعوت و تهدید در نویه جامعه، بازداشت 2 جوان از یک توت، بازداشت 3 جوان برای پنهان کردن آوازه پیدا شدن جین در وحدت، حبس و جریمه 3 اپه و خواهر دای خدایفها برای لطکوب یک دختر دیگر. پوتین در مسجد نو شهر گروزنی کتاب قرآن را بوسید. سیر شبانه در کول جوانان سبب مرگ یک جوان شد. و اکنون تفصیلات خبرها. ویدیوی در یک مسجد در پایتخت چچنستان کتابی برای مسلمانان مقدس قرآن را بوسیدن پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در این اواخر در کشورهای مسلمان نشین به یک ویدیو خیلی پرتماشابین یا ویروس تبدیل یافته است. روز 20 آگوست سال 2024 پوتین ضمن بازدید از مسجد نو به نام پیامبر عیسی در شهر گروزنی پیش از درآمدن به مسجد پای افضال خود را از پای برآورد و به این مسجد کتاب قرآن را که از سنگ‌های قیمت‌بها و آرایشات طلایی زینت داده شده است توفه کرد. وقتی که پوتین این کتاب را توفه میکرد آن را به دست گرفت و بوسید. ویدیو این لحظه به ویدیوی ویروس تبدیل یافت و در کشورهای مسلمان نشین از جمله در ترکیه، امارات متحده عرب، مصر، سوریه و کشورهای دیگر میلیون‌ها تماشابین جمع آورد. بسیاری‌ها از چنین ارجگذاری پوتین به کتاب قرآن ستایش میکنند. رسول تاویرداکوف بلاگر مسلمان مقیم روسیه نوشت که رفتار پوتین باید برای دیگر مقامات روسیه نمونه عبرت شود، به خصوص برای آن افسران امور که سال گذشته با کفش‌های افلاس خود داخل مسجد شهر کاتلنیکی در کنار مسکو شده به ایرادهای نمازگزاران آن مسجد با یک لعن تند و تحقیرآمیز پاسخ میدادند. مسلمانانی که در روسیه کار و زندگی میکنند نیز امیدوارند که رفتار پوتین در مسجد گروزنی آغاز تغییرات در مناسبت بعد جنگ اوکراین بد شده و بعد حمله خونین کروکوس بازم بدتر شده مقامات روسیه نسبت به مسلمانان خواهد شد. پوتین از مسجد نو به نام حضرت عیسی همراه رهبر چچنستان رمضان قادروف، مفتی این جمهوری صلاح میژیف، مشاور قادر در امور بنیاد مؤسسه‌های دینی امرودی اولدرگیریف و شهردار گروزنی خس محمد قادروف دیدن کرد. مسجد نو به نام حضرت عیسی در گروزنی نسخه خردتر مسجد مشهور در مرکز شهر شلی چچنستان است که با سبک معماری آسیای میانه در آخر هزار ساله یکم و اول هزار ساله دوم بنیاد شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شام 21 آگوست سال 2024 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی خبر داد که کارمندان میلیشیا منبع‌های پنهان شدن آوازه‌های بردروغ درباره گویا پیدا شدن جین در حدود جماعت به نام رجب اسماعیلوف در کنار شهر وحدت را معین ساخته چند نفر را برای پهن کردن این آوازه‌ها دستگیر کردند. در گزارش برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی لحظه‌های بازپرسی 3 نفر از دستگیر شدگان نشر شده است که یکی آنها ظاهراً ساکن جماعت به نام رجب اسماعیلوف بوده، نامش ذکر نشده است. او مؤلف نخستین ویدیو درباره پیدا شدن جین در وحدت است که در بین مردم پهن شده تهلکه زیادی به پا کرد، از جمله در بین 10,000 زادگان این منطقه که در مهاجرت کاری در بیرون از وطن قرار دارند. این جوان لحظه‌های شبانه در جماعت رجب اسماعیلوف جمع شدن ازدحام مردم را به نوار گرفته به برادرانش فرستاده است. او در ویدیو میگوید که روز 7 آگوست سال 2024 جین هنگام در علاقه گوسفند چراندن ساکن 19 ساله این جماعت جاویدان نصراللهیف گلوی یک گوسفند او را بریده است و صاحب گوسفند بعد دیدن جین و از تن جدا کردن سر گوسفند از زبان و حرکت مانده است. جوان دستگیر شده گفت وقتی که این حادثه را برای برادرانش به نوار گرفت هنوز از اصل واقعه پوره خبر نداشت و از اینکه این ویدیو در بین مردم پهن گردد سبب به ترس و تهلکه افتادن ساکنان شد، حالا اظهار پشیمانی میکند. 2 جوان دیگر شاکروف محمد رفیع ساکن شهر وحدت و رجبوف شهرام ساکنان شهر دوشنبه با اتهام اطاعت نکردن به امر قانونی کارمندان میلیشیا دستگیر شدند. گفته می شود آنها هنگام تفتیش سندهای یک شهروند خارجی از جانب کارمندان میلیشیا وحدت مانع فعالیت خدمتی آنها شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در گزارشش
درباره این خارجی تفصیلات نداد، ولی قبلا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی لحظه بازداشت یک جوان سیاه‌پوست از سوی میلیسا در وحدت نشر شد. مؤلفان ویدیو میگفتند شاید همین جوان همان به نام جین است که ساکنان وحدت را چند روز باز به ترس و تهلکه انداخته بود. بعدا در شبکه‌های اجتماعی با تکیه به مقامات حفظ حقوق شهر وحدت معلومات نشر شد که این جوان سیاه‌پوست دانی نام داشته از کشور افریقایی اوگاندا بوده است. دانی از گرسنگی شبها در جستجوی نان یا یگان خوردنی دیگر به خانه چند ساکن وحدت در آمده است و گویا مردم او را دیده گمان کردند که در اینجا جین پیدا شده است. به بالای این یک دفعه وقت صاحبان خانه در آمدن او را دیده تعقیبش کردند، دانی چست و چالاکی نشان داده از بالای بام چندی خانه پریده فرار کرده است و این باعث شد که مردم او را به کنگوروی آدم سیما مانند کردند. معلوم نیست که دانی کی و چگونه به تاجیکستان آمده است، به چه سبب دچار چنین حالت طاقت فرسا گردیده حتی گرسنگی کشیده است، آنم در کشوری که مردمش با مهمان‌نوازی خود شهرت دارند. وزارت کارهای داخله در گزارشش پیدا شدن آوازه‌ها درباره جین و به این آوازه‌ها باور کردن ساکنان را به خرافات پرستی و بی‌سوادی ربط داد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 22 آگوست سال 2024 درباره یک حادثه غیر عادی از جانب 3 اپا و خواهر لطوکوب شدن یک دختر دیگر در کوچه شیرینشاه شاه تیمور در مرکز پایتخت تاجیکستان خبر داد. لحظه سعیدوف را لطوکوب کردن خواهران دای خدایف را دوربین ویدیو کامرای نظارتی ثبت کرده است. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملی دوشنبه در نتیجه سنجش مراجعت یک دختر جوان ساکن پایتخت برای ویران کردن ترتیبات جمعیتی 3 اپا و خواهر شهروندان دایخدای و ایندیرا، دایخدای و تخمینه و اخیار و موزونه دستگیر کرده شدند. خود خواهران دستگیر شده برای شرح ماجرا دسترس نیستند، ولی ملی دوشنبه گفت چنانچه از نوار کامرای مشاهدوی نیز دیده می شود این 3 دستگیر شده صحنه 19 آگوست به جای کار سعید و واقع در کوچه شیرینشاه شاه تیمور رفته او را لطوکوب کردند. در نوار دیده می شود که این جنجال در داخل دفتر کدام شرکت یا اداره رخ داده است و وقتی هر 3 اپا و خواهر به سعیدوف که پشت میز کارش نشسته بود در افتادند و او را لطوکوب کردند. چند نفر ظاهرا همکاران سعیدوف خود را شتابان به جای حادثه رسانده این زن را به عذاب از دست خواهران دای خدای و خلاص و به عباره معروف ژورنالیستان جنگ نامه‌نویس طرفهای درگیر را از هم جدا کردند. وابسته به حالت مذکور طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری جمهوری تاجیکستان با اتمام می دوباشه پروتکل مأموری ترتیب داده شد. دادگاه نسبت به اخیار و موزونه همچون جزا حبس مأموری به مهلت 2 شبانه روز و نسبت به ایندیرا و تخمینه دای خدایوها به هر کدام به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها برابر 504 سومونی یا تقریبا $45 جریمه مأموری تعیین نمود. سبب جنجال بین 3 اپا و خواهر و سعیدوف معلوم نیست. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ماموران میلیسا در ناحیه عبدالرحمن جامی 2 جوان را به گمان نوشتن دعوت و تعدید در دیوار مکتب، مغازه و سرتراشخانه دستگیر کردند. مقامات به طور رسمی معلومات نمیدهند. یک همصحبت رادیوی آزادی در حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی روز 22 آگوست بازداشت جوانها را تصدیق کرد، اما به سبب گویا مخفی بودن پرونده و نداشتن اجازه صحبت جزئیات نداد. کوشش‌های ما برای یافتن والدان بازداشت شده‌ها و گرفتن شرح شعبه کارهای داخلی ناحیه تا این دم بی نتیجه بود. منبع‌های آگاه رادیوی آزادی خبر دادند که حادثه در اول ماه آگوست در جماعت یکتوت ناحیه عبدالرحمن جامی روی داده است. یکی از آنها گفت در دیوار مغازه، سرتراشخانه و مکتب به نام گورک نوشتند که اکانت ها و آدرس های تلفن هایتان را عوض کنید و خانه اونهایی را که ما را به مقامات می فروشند آتش میزنیم. این خبر به مقامات رسید و تفتیش در جماعت سر شد. انگیزه چنین رفتار جوانان معلوم نیست. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته و مخالفین بازداشت و زندانی کردند. چند نفر دیگر در مناطق گوناگون کشور با عیبنامه چسباندن پرچم داعش زندانی گشتند. دادگاه ولایت ختلان در سال 2023 2 منصبدار
یک خبرنگار و یک ساکن نویه 5 را با همین اتهام از آزادی محروم کرد. یک مرد 70 ساله را در شهر اصفره به گناه پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفین 5 سال روانه زندان کردند، ولی او خودش این اتهام را نپذیرفت. همصحبت آگاه رادیو آزادی افزود دو جوان را روز 18 آگوست با استفاده از دوربین‌های نظارتی به نوع مکتب یافتند. یکی آنها 23 ساله بوده است. 2 هفته پیش مقامات کارهای داخلی و جماعت‌ها پدر و مادران را جمع آورده مسئله یافتن گمانزده ها را جدی در میان گذاشتند. بعد بازداشت 2 گمانبر نیز تفتیش و پرسش ساکنان به پایان نرسید. کارمندان امور داخلی هنوز به خانه‌های ساکنان می‌روند. اضافه کرد او. بار اول نیست که بعضی از ساکنان تاجیکستان را برای نوشتن شعار در و دیوارها دستگیر می‌کنند. سال 2014 بعد منع شدن گروه 24 2 ساکن جوان دوشنبه را با اتهام تبلیغ این سازمان و نوشتن شعار علیه حکومت تاجیکستان در نزدیکی نوروزگاه پایتخت جزا داده بودند. شعارهای دعوت به استعفای پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومت او در پیاده‌روی در شهر خوجند به طور فوری پاک کرده شدند. مقامات از مجازات کسی در این رابطه خبر ندادند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که سیر و فراغت شبانه جوانان در شهر دوشنبه به فوجه پیچید. کشتی تفریحی که گروه جوانان سوار آن بودند و در کل جوانان سیر می‌کردند دچار صدمه شد و از 7 نفر 1 نفر آنها جان باخت. این حادثه شب 21 آگوست سال روان ساعت 23:37 رخ داد. یک گروه 7 نفره جوانان سوار کشتی تفریحی در کل جوانان سرگرم سیر بودند. کاتر را با سرعت خیلی بلند می‌راندند و هنگام گردش کشتی موازنت را گم کرد و چپگردان شد و سرنشینان آن همگی زیر آب رفتند. به کارمندان طربخانه لاتین دوشنبه میسر شد که 6 نفر را نجات دهند، ولی متاسفانه یک ساکن 26 ساله شهر دوشنبه غرق شد. برای راه‌اندازی کارهای جستجویی و نجات امدادگران نوبتدار ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه آمدند. ساعت 00:55 جسد جوان پیدا و به کارمندان میلیشیا سپرده شد. در عین زمان مقامات حفظ حقوق سبب‌های این حادثه را تحقیق می‌کنند. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع رودکی با عریضه مرد 26 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که نیمه شب 18 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 23:50 در نزد منزل استقامتیش به یگان اساس او را 3 نفر مورد لطوکوب قرار داده دستگاه نواربرداری و یک عدد تلفن موبیلیش را شکسته کارناشوی هم نمودند. ضرر رسانیده شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت را مردان 36، 33 و 48 ساله ساکنان همین نوعیه صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که نابالغ 17 ساله ساکن نوعیه سپتامین 6 آگوست سال 2024 تخمینا ساعت 13:00 برای تازه و آزاده نمودن حوله استقامتیشان پرتوهایش را به قفای منزلشان برده در پرتوگاه آتش میزند. در نتیجه آتش بلند شده به منزل استقامتی همسایش پیرمرد 79 ساله ساکن همین نوعیه گذشته است. در نتیجه سوختار 96 متر مربع سوخته ضرر آن 44800 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 256 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوعیه شهر نو عریضه مرد 27 ساله ساکن نوعیه مذکور وارد گردیده است که 17 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به بنگاه طبی واقع در سراغه جماعت دیهات چوس نوعیه شهر نو در آمده از آنجا 10,000 سومانیش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت را جوان 20 و نابالغ 16، 17 و 15 ساله ساکنان همین نوعیه صادر نمودند. اینچنین گمان برشوندگان ماه ایون سال 2024 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 41 ساله ساکن نوعیه شهر نو در آمده از آنجا 3 سر چهاروای میده شاخدار را که ارزششان 3000 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند.
همزمان به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه همدانی عریضه زن 43 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 18 آگوست سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 34,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که این جنایت را مرد 33 ساله و زن 44 ساله ساکن امین نویه صادر نمودند. نسبت گمان شوندگان پرونده جنایتی با قسم 2 ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. هنگام گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه از ماه مارس سال 2024 به باوری مرد 37 ساله ساکن پایتخت در آمده با راه فریب از نام برده автомашین تمغه فولکس واگن و автомашین تمغه لکسوس را که ارزش عمومیشان 460,000 سومونی را تشکیل می‌دهد گرفته وعده داده است که مبلغ آنها را در مدت 2 ماه برمیگرداند، اما автомашین او را فروخته مبلغ را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال آنها را برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با قسم 4 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. اینچنین هنگام گذرانیدن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 44 ساله شهر استرفشن اولای ماه آگوست سال 2020 به باوری مرد 48 ساله ساکن نویه باباجان غفورов در آمده برای رواج دادن فعالیت صاحبکاریش از جبر دیده 130,000 سومونی گرفته 49,650 سومونیش را برگردانیده باقی مانده 96,350 سومونیش را تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان برشونده پرونده جنایتی با قسم 3 ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.